زنگ زدم به حسن مهدوی که دیشب جایزه بهترین صدا رو گرفته. امروز هم اومده مهمون من و اینجا به حال من آدما رو میتونم جلو دوربین قرار بدم و غافلگیرشون بکنم. الان اینجا ساتیار جان داری از من سوال میپرسی، سوال تو سوال اشکال نداره؟ نه اشکال نداره. الان شنیدن کی باید مانند دیدن، این در مدح شنیدنه یا در مدح دیدنه؟ همیشه رویاام تصویریه، مثلا خوابایی که میبینم همه مربوط به کارمه، نمیدونم، یا یک مواجه میشم با یه صحنه‌ای بعد ثبتش کنم، بعد میبینم که دوربین همراهم نیست. آره، صدا، آواز. آره، من در واقع خوابم میشنوم، خواب نمیبینم. پس خواب تو شنیدنیه. یکی از اون آره. خوابا رو برای ما تعریف کن. میخوای مثلا یه دفعه یکی از اونایی که ضبط کردم و با متن و اینا بیارم؟ خوبه؟ خوبه. من دارم مهریه‌شو پرداخت میکنم. یعنی شما داری ضبط میکنی، داری پژوهش میکنی که هر ماه یه فایل تحویل خانم بدی؟ آره دیگه. بعد این مهریه رو کی تعیین کرده؟ خودت تعیین کردی یا خانم تعیین کرده؟ من تعیین کردم. عجیب ترین بادها رو میدونی من تو زندگیم کجا شنیدم؟ تو کوههای مریخی چابهار. 100% کیارستمی شعارش این بود ما داریم میریم صدا بگیریم، یه دوربین هم با خودمون میبریم. حالا دیدی شنیدن کی باید ما دیدن؟ شنیدن مهمه. آره. مرسی ازت. فدای تو. مرسی از همه اون صداهای زیبایی که خلق کردی و انشالله که اهالی سینما قدر بدونن. مرسی که وقت گذاشتی. مرسی از دعوتت، مرسی از چای و لنز قشنگ و این کافه زیبا. امیدوارم که همه آرتیستا این کافه اومدن و این دوربین و گفتگو با ساتیار نصیبشون بشه، چون خیلی جذاب و لذت بخشه.